هموطن بیا و وطن مهربان شوه، ای تن به تن شدیم بیا جان به جان شوه. ای هموطن بیا و وطن مهربان شوه، ای تن به تن شدیم بیا جان به جان شوه. ما را سرود عشق وطن دار کرده است، دست تا به دست داده و هم داستان شوه. ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه، ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه. هم پرده چکامه شهر و دیرودکی، با 100,000 سال نوا هم زبان شوه، با 100,000 سال نوا هم زبان شوه. خلق جهان و ملت ما میدهد پیام، تا خلق شاهنامه سرای جهان شوه. ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه، ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه. ای پرچمی سعادت تو آفتاب شرق، از سایت برا به سما پرفشان شوه، از سایت برا به سما پرفشان شوه. تاجی خیرت به سر بینه مزدری وطن، تا سر به سر به تاجیک و تاجیکیان شوه. ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه، ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه، ای هموطن بیا به وطن مهربان شوه. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و برنامه امروزه با یک ترانه خیلی هم زیبا در وصف وطن آغاز گردید. مهمان امروزه برنامه ما هنرمندی محبوب شناخته شهزاد دوران هستند که امروزها در انسمبل گلشن فعالیت میکنند و حضور ایشان را با برنامه امروزه فضا خیر مقدم میگم و باور دارم که با اشتراک ایشان یک برنامه خوب و زیبا پیشنهاد بیننده ما میگردد. خوش آمدید. خوب امروزها در چی حال و هوا هستید؟ سلام تشکر میگم به شما، به تهیه‌گران برنامه شما که ما رو به برنامه خویش دعوت نمودید. سلام عرض میکنم حضور شما، حضور بیننده های تلویزیون با نفوذ سفینه.
و امروز البته چون دیگر ایجادکاران البته پای ایجاد هستیم و کوشش میکنیم که همیشه پای نوگانی ها باشیم و سرودهای نو به نو پیشکش مخلصان با تازگی به انسمبل گلشن پیوسته؟ نه راستی که طول قریب که 4 سال میشه. 4 سال در اینجا فعالیت میکنید. خب بیشتر چون سرودهای استرادی میآفرید بسیار مهم است که با یک انسمبل گونه مثلا با نفوذ همکاری کردن. البته در انسمبل دولتی فعالیت نمودن هر یک هنرمند این خیلی خوب است برای رشد و نموی صنعت. البته برای هر یک هنرمند فکر میکنم که یک فضای خوب است در انسمبل فعالیت کردن. ما میتوانیم که همیشه پای ایجاد باشیم. برای ما یگان چیز مانعش بودن نمیتواند و همیشه کوشش میکنیم که پای نوگانی ها باشیم. بله واقعا. و ببینید در زمان معاصر شو بیزنس پیش می رود. خصوصا امروز اونقدر نوگانی در همین سمت زیاد است که سردرگم میشوی بعضا وقت و آهسته آهسته برای ایجادکار هنرمند نیز دشواری به میان میاد چون تکنولوژی معاصر زیاد می شود و فناوری های زیاد که باید با اون نیز همراه شوی. برای یک سرود آفریدن دیگر مهلت زیاد صرف می شود. البته هر یک همکاری با گروه های مختلف آدمان شروع شده مثلا از آهنگسازان و بعد با خود مطربان که باید در علاهیدگی مثلا پارچه های آهنگ را بنوازند و همچنین اون نفری که آهنگ را تنظیم میکنند. راستی که درست قید کردید که امروز شو بیزنس در دنیا خیلی پیش می رود و در برابر اون که هر یک هنرمند فکر میکنم که اگر از فعالیت که باز مون یعنی که آخری کار است و ما نیز کوشش میکنیم که البته به طرز زنده سراییدن خیلی زحمت های زیاد طلب میکنم و در برابر این برای یک سرود خوب یک سرود با صفت پیشکش کردن برای مخلصان با تنظیمگران موسیقی یعنی ارنجراف میگن با آنها ما همکاری میکنیم و آنها نیز زحمت خیلی زیاد میکشند در این راه و آنها نیز کوشش میکنند که یک نوگونه در موسیقی استرادی تاجیک وارد کرده باشند و البته خود شما چقدر وقت صرف میکنید برای آفریدن یک سرود؟ برای آفریدن یک سرود قریب که 1 ماه 2 ماه صرف میشه. وقتی که ما متن رو انتخاب میکنیم در برابر متن انتخاب کردن اون رو با آهنگساز پیشنهاد میکنیم. وقتی آهنگ که ایجاد شد اون رو با ارنجراف یعنی با تنظیمگری وقتی که خودی آهنگ ایجاد میشد مجبور که به شاعری پیشنهاد بعضا میشود که درست قید کردید بعضا میشود که آهنگ ایجاد میشود. در این حالت میتوانیم باز به شاعر مراجعه کنیم که اگر شعری خوبه به همین آهنگ بنویسد و چنین حالت ها نیز میشوند. البته خب خلاص 1 ماه برای یک خلاص بعضا میشود که 3 ماه 4 ماه نیز طول میکشد و خیلی زحمت زیاد طلب میکنند برای شنونده برای مخلص. شما گفتید برای آفریدن یک سرودی با صفت یعنی یک سرودی با صفت چی است؟ عبارت از چی است؟ سرودی با صفت عبارت از متن خوب سراوت بعدا یعنی صفتی همو وقتی که همو صفت تنظیم باید صفت تنظیم باید خوب باشد که جوابگو به معیارهای بین المللی البته جوابگو به معیارهای بین المللی باشد که حاضر شنونده ها هم خیلی ذوقشون بلند است و همه چیز رو درک میکنن. آرایشات کامپیوتری چقدر مهمه؟ اگر همو حتی بعضی شنونده ها ایراد میگیرن که همو تنظیم موسیقی در همینجا خیلی در صفت ضعیف است. بله و با این چیز باید ما همه وقت اهمیت داده باشیم و کوشش میکنیم که با همون تنظیمگران موسیقی یعنی خیلی که من گفتم ارنجراوچیکا ما باید همکاری کرده باشیم و فکرای خود رو باید ما با آنها بگوییم که مثلا سرشوی آهنگ باید دیگر خیلی باشد مبین دیگر اوج اون. امروز ببینید که هر روز یک هنرمند روی صحنه میاد و درست قید کردید که برای هنرمندان برای ایجادکاران خیلی دشوار است که مثلا در صحنه اصیل تاجیک هنرنمایی کردن فکر می‌کنم خیلی دشوار است
و در یک سطح ایستادن و در یک مثلا سطح موقع خود را از دست موقع خود را از دست ندادن. بله درست قید کرده. این فکر میکنم که خیلی زحمت های زیاد طلب میکنن. بله خسته نباشید. باز هم چیزی آوردید برای ما؟ البته یک ترانه مادر است، سرودی نو است و امیدوار هستم که متنش است که از آهنگش است. امیدوار هستم که با شنوندگان پسند میاد. اوچه دستان تو دائم به دعا، اوچه آژنگ رخت حرف خدا، پیش این چرخ فلک هجگهه نشوم کاش من از اوچه جدا، زیر این چرخ فلک هجگهه نشوم کاش من از اوچه جدا، اوچه قربان تویم نیمه جان تویم، اوچه اوچه جان گردی دامان تویم، اوچه قربان تویم نیمه جان تویم، اوچه اوچه جان گردی دامان تویم. خسته ای لک نمیگوی بکس تا به معراج سرانجام نفس، به تو ای عاشقی خسته من، این جهان تنگ‌تر از حجم قفس، به تو ای عاشقی خسته من، این جهان تنگ‌تر از حجم قفس، اوچه قربان تویم نیمه جان تویم، اوچه اوچه جان گردی دامان تویم، اوچه قربان تویم نیمه جان تویم، اوچه اوچه جان گردی دامان تویم. اوچه دامان تو یک پاره بهار، اوچه چشمان تو یک خانه شرار، التجا میکنم ای وای خدا، سایه غم به سری اوچه نیار، التجا میکنم ای وای خدا، سایه غم به سری اوچه نیار،
آچه قربان تویم نیمه جان تویم آچه جان گردی دامان تویم آچه قربان تویم نیمه جان تویم آچه جان گردی دامان تویم آچه جان گردی دامان تویم. تشکر زیاد، خسته نباشه. عموما انگیزه آوازخوان شدن از کجا در وجود شما پیدا شد؟ از خردسالی که زیاد ذوق زیاد داشتم کوشش میکردم که در همه چهاره‌بینی‌های مکتبی و مثلا اگر در دهه یگان توی معرکه میشد بزم‌ها میشد حرکت میکردم که حتما در اونجا من آوازخوانی کرده باشم و چون دهه یک فضای خوبی است که طرفداری میکردم و من بسیار از این چیز بسیار الهام میگرفتم و همه چیز باعث شد که اومدیم به دانشکده صنعت اونجا تحصیل کردیم. بعد از ختم اون به کنسرواتوار ملی. در کدام بخش؟ در بخش موسیقی عنعنوی. موسیقی عنعنوی. بله، چون من بعد از اون در کنسرواتوار ملی از صنعت اصیل شش مقام اونجا تحصیل کردیم. اون من در راه هنر صنعت چقدر که میگم یک بحر بیکناری است که یعنی شما ژانر مقام رو خوندید، تحصیل کرد. میشه چیزی از مقام بخونید؟ خوشتر از ایام عشق ایام نیست، خوشتر از ایام عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست، آشنایان رهبرین معنی برند، عشق را آغاز هست انجام نیست، عشق را آغاز هست انجام نیست. مثلا می شود که ژانر شش مقام رو با استراد سینتز کرد. بله، ببینید در ازبکستان همین چیز رو بسیار استفاده میکنن. مثلا می شود که یک سرود کلاسیکی رو در آمیزش با اونجا البته می شود که تنبور رو حتما جا کرد اونجا، مثلا نای رو سازهای ملی رو در اونجا سازهای ملی رو با سازهای اروپایی سینتز میکنی، بسیار چیز خوب میبره و آینده این چیز البته در نقشه ما هست، حتما که پیشکش مخلصون واقعا عالی میشود. کوشش میکنیم از اوده نواختن سازهای موسیقی نیز میبرید، خاصه کلاسیکی؟ چون البته چون وقتی که هر یک هنرمندی که در کنسرواتوار ملی تحصیل میکنن اونجا حتما باید از یک ساز موسیقی آگاه باشد و من کم کم رباب می نوازم، از تنبور می نوازم کم کم و همچنین کم کم از ساز گیتار نیز آگاه هستم و البته چقدر که در بالا گفتم من حالا هم در جاده هنر فکر میکنم که شاید یک قطره هم نباشیم. هنر صنعت یک بحر بیکناری است که ما باید همیشه پی جستجو باشیم. بله. باید چقدر مهنت کنیم، چقدر ایجاد کنیم، چقدر کوشش کنیم که بعد به درجه استادانی که امروزها هستند و پیش از ما بودن شاید به پای آنها نرسیم، ولی کوشش میکنیم که همیشه پی ایجاد هستیم و البته این از شنونده ها واقعا چون شما از صنعت کلاسیکی ما واقف هستید و هر نفری که صنعت کلاسیکی رو از خود میکند
چون خاصه ژانر مقام یکی از سخت‌ترین ژانرهای موسیقی است برای هر کس. هر کس مثلا صبر و طاقت آموزش این ژانر بله بله، حتی همسبقان ما بودن وقتی که ما در کنسرواتوار داخل شدیم اونجا زیاده از 34 نفر بودیم ما. در آخر 8 نفر موندیم. 8 نفر. و این البته باعث تاسف است و بعضی‌ها با فکر میکنم که با دلایل اولیوی میرفتن، بعضی‌ها با بعضی‌ها که صبر کردن تونستن. خاصتا در مقام یعنی اصول میگن ضرب، هر یک سرودهای هست که مثلا ضرب تلقین هست اونجا، سفت هست و دیگر، یعنی از خود کردن بعد بیشتر مثلا ژانر مقام ژانری هست که یک قالب معین است، ساخته شده است و فراگیری آن بسیار سخت است. بله بله. چون خیلی مثلا سرودهای یک دریای بیکران است که باید کن و فرا بگیری. بله، ما اهمیت میدیم در بعضی کنسرت ها میشد، حتی شنونده های بودن که تا آخر برنامه نمیشستن، دلگیر میشدن. و امروز ها الکی من خوشبختانه اهمیت میدیم که شنونده های مقام نیز خیلی زیاد شدن و طلب میکنن در بعضی محفل ها. البته این باعث خوشبختی است و آرزو میکنم که شنونده های سنت اصیل نیز زیاد باشند، به قدر متن بلند، به قدر سنت اصیل برسند. تشکر. باز چی تحفه آوردید برای ما؟ سرود رقصی از اکنون خواستیم که کمی شوخ هم شود که شنونده ها دلگیر نشوند، بسیار خسته نشوند. مرحبا. صد بار نورم آدکا کلی پیچونت، ای بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت، گلچین کنم و ببوس گل های لبت، گلچین کنم و ببوس گل های لبت، در سینه دیگر نموند و ارمونت، ای در سینه دیگر نموند و ارمونت. ترکی وطن و دیار و یارم کردی، چشمای من هوای بارون کردی، خندون به شهر دیگر رفتی، دریای زرفشونه تو گریون کردی، خندون به شهر دیگر رفتی، دریای زرفشونه تو گریون کردی. صد بار مرم آدکا کلی پیچونت، ای بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت، گلچین کنم و ببوس گل های لبت، گلچین کنم و ببوس گل های لبت، در سینه دیگر نموند و ارمونت، ای در سینه دیگر نموند و ارمونت. پروازی بلند کردی از زیبایی، چون کفترکی کبوتکی یابایی، ابری سیاهی چشمی تو بارون ریزاست، پزمون شده ای بخونه ای بابایی، ابری سیاهی چشمی تو بارون ریزاست، پزمون شده ای بخونه ای بابایی. صد بار مرم آدکا کلی پیچونت، هی بلا تگیرم مکن دیگر پزمونت،
گلچین کنم و ببوس گلهای لبت گلچین کنم و ببوس گلهای لبت در سینه دیگر نموند و ارمانت در سینه دیگر نموند و ارمانت. تشکر زیاد، خسته نباشید. سبک زرافشانی سبک مردمی است. بله بله خاصی سبک مردمی این است که باید فولکلور در اون بله بله استفاده بوده شود. متن مردمی بود، متن مردمی بود و این چنین پزمان شده ای به خونه پزمان شده ای پزمان یک سبک مثلا مردمی بودی زرافشان پزمان رو پزمون با لهجوی است. البته این خاصی مردمی زرافشان است. یک چیزی خیلی که شما درست خواهید کرده که چیزی مردمی است، خلقی است. این همین گونه روبایی های زرافشانی زیاد میتونه، چون خاص است که در همین گونه مثلا سبک بیشتر روبایی اجرا شود. البته خاصتا اصلا که سبک زرافشانی بیشتر روبایات است. بله. و هر کس با هر گونه آهنگ میسراید این و اصلا که پای دیوارش همون روبایات زرافشان است. مثلا قد زرافشان گذر میکردم و دخترای خوش قده نظر میکردم و یا با اویه میگم با مثلا سرشوی همین از روبایات است، چیزی مردمی است. بله. خب و خیلی شیرین هم هست، چیزی که چیزی مردمی است. چون راهی هنرش خیلی گفتم یک راهی پرپیچیده است و من کوشش میکنم که در این گونه اون ژانر خود را بسنجم و خوشبختانه که امروز البته خیلی خوشبخت هستیم البته که این همراه گروه مطربان در انسمبل دولتی فعالیت میکنم و حالا هم خود را در جاده هنر صنعتکار اصیل نمی‌حسابم، ولی من باید چقدر مهنت کنم، چقدر کوشش و غیرت کنم. آموزش باید کنده نشود. البته وقتی که هنرمند از فعالیت که باز ماند الکی میگن که آخری کار است. این گپی بزرگان است. بله تشکر. خوش آمدید. تشکر از حضور شما، از حضور مطربانی که امروز در این برنامه بودند و با نمون سازهای زیبایشان آهنگ‌های زیبا نواختند. تشکر به شما که ما رو دعوت نمودید و خیلی خرسند هستیم همراه برادر عزیز من که امروز البته پای خدمت شما هستیم. واقعا یک صحبت جالب بود، یک ترانه‌های دلنشین پیشنهاد بیننده ما گردید و در انتها فکر میکنم باز یک ترانه زیبای دیگر نیز دارید. البته در انتها یک ترانه با سبک هم خطلانی است و هم بدخشی سینتز کردیم. اینم از شعر یک شاعر جوانی ما از کوهزاد فتح‌الله است. خب ما مشتاقیم که این ترانه را بشنویم. و دوستان عزیز همین جو و انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور می‌شم که مهمان ما هنرمندی با استعداد شناخته شهزاده دوران بودند و در انتها باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهاد شما می‌گردد. با امید با شما خیر می‌گویم. ماهی ایار می آید و شامی تار می آید، گل بخار می آید، شیرین گفتار می آید و دل خمار می آید. اگر هر بار می آید و دل خمار می آید، اگر هر بار می آید. سخن سنجیده میگویم ز خود بالیده میگویم، سخن سنجیده میگویم ز خود بالیده میگویم. تو نوری دیده میگویم اگر دلدار می آید، تو نوری دیده میگویم اگر دلدار می آید. به نام شعر میگویم چو گل هر لحظه میبویم، به نام شعر میگویم
چو گل هر لحظه می بویم غمش با بوسه می شویم اگر دلدار می آید غمش با بوسه می شویم اگر دلدار می آید نگاری خوشگلی عاشق چراغ منزلی عاشق نگاری خوشگلی عاشق چراغ منزلی عاشق فدایش این دلی عاشق اگر تکرار می آید فدایش این دلی عاشق اگر تکرار می آید مهی ایار می آید و شامی تار می آید گل بخار می آید شیرین گفتار می آید و دل خمار می آید اگر هر بار می آید و دل خمار می آید اگر هر بار می آید هی